در رابطه با خانه هوش ایران، خانه هوش ایران یک مرکز تخصصی برای نخبگان هستش، نه فقط یک مؤسسه یا یک آموزشگاه، بلکه یک مرجعیه برای اینکه نخبگان ما چه در حوزه دانش آموزی، چه دانشجو، چه اساتید دانشگاه بتونن با بازار کار آشنا بشن. ما ایده رو قطعاً پذیرا هستیم، یعنی ایده‌ای که در روی کاغذ باشه فقط به شرطی که ایده خاصی باشه و بتونه مثلا چالشی رو حل کنه، ولی نگاه اصلیمون روی نگاه چیزی که به طرح رسیده، حداقل اینکه به طرح توجیهی رسیده باشه و از اونور مثلا پروپوزالی داشته باشه و حداقل تیم اجرایی داشته باشه. میتونم اینطور بگم که رویداد ایران AI پلاس در واقع صرفاً یک همایش، یا بهتر اینطوری بگم صرفاً یک نمایش نیست، بلکه تسهیل اتصال ایده به بازار کاره. و بعد مرحله بعدی ما یک منتورینگ داریم، یعنی که مشورت به دوستانی که انتخاب بشن داریم که اگر ضعفی یا کمبود یا کاستی دارن حل بشه که طرح در روز آخر که بحث ارائه هست یعنی خیلی پخته‌تر بشه.